تصاویری اومده بیرون که خانم بهنوش طباطبایی به همراه بادیگاردشون رفتن جلسه دفاع پایان نامه. آقا اسمش جلسه دفاع، ولی قرار نیست کسی به شما حمله کنه که بادیگارد آوردی که. جلسه دفاع مثلا باید کنعانی زادگان رو باید ببری با خودت، دفاع خوبه این می‌خوای با خودت ببری. ولی نه ما زود قضاوت کردیم واقعا، یعنی صرفا به خاطر اینکه طرف کت شلوار پوشیده و اینجوری وایساده و اینجوری و اینا ما گفتیم بادیگاردشه. از کجا معلوم؟ نمیشه با قاطعیت گفت که. شاید از نظر علمی ایشون خیلی قویان، شاید اصلا مشاورشه، شاید اصلا استاد راهنماشه، شاید تو تدوین این پایان نامه به ایشون کمک کرده، مشخص نیست. شاید اصلا موضوع پایان نامه در مورد ایشونه، در مورد یعنی نمونه چیزه آزمایشگاهی زنده است که ببر نشون بده در مورد آدم‌های قوی هیکل و درشت و تنومند. ولی جدی آخه بابا مثلا گیر میدید به بهنوش طباطبایی که تو چرا بادیگارد با خود برشی بودی اونجا. شما نمیدید بهنوش طباطبایی بودن چه شکلیه که شاید بادیگارد لازم داره دیگه. ما نمیدونیم چی پیش میاد در روز برای بهنوش طباطبایی. همه طباطبایی‌ها فرق نمی‌کنه. شما نگاه کن هر طباطبایی من دیدم به نظرم بادیگارد لازم بوده. نگاه کن خانم بهنوش طباطبایی، طناز طباطبایی، هادی طباطبایی، هر طباطبایی رو شما برید سمتش بادیگارد لازمه به نظرم.